من تو تصویر 2 تا فقط گوجه، یعنی چیز این که میگی 99% پسر فقط 3 ثانیه‌ان، یعنی تو 99% پسرها رو تست کردی؟ سلام همه خوش انرژی گل من، همه عشقای دلم. بچه حال هواتون چطوره؟ امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی خفن و مثبت 18 و سمی دوستان. یه ذره موارد مثبت 18 که کمش، یه ذره مثبت 22 سالش زیاده. حتما این پیشنهاد میشه که قبل دیدن این ویدیو هندز ویدیوتون تو گوشتون باشه. دلیلش هم نپرسین چرا، توی ویدیو خودتون متوجه میشین. مثلا بریم مال سر این ویدیو بقا یادتون نره بچه‌ها، قبل دیدن ویدیو حتما چنل رو ساب کنین، لایک ویدیو یادتون نره که به حمایت انرژی یکی تو نیاز دارم. بریم بالا سر اولین ویدیو. بچه‌ها اولین ویدیو. آره امشبا نیستم، فردا آره. قبلیارا نیستم، جدیدارا آره. با این متای نیستم، با اون یکی آره با آجور پاره. استوری گذاشته است امشبا نیستم، فردا آره. تو که هر شب هستی عین سالاد اولویه همه جا. هم با قبلی‌ها هستی، هم با جدیدا هستی، هم با همه متایی هستی. استوریا چی اسم میذاری پس؟ آره درد داره. راست میگه. بعضیا افرادی حالا مثل این که هستن، من زیاد اطلاعات خاصی ندارم ولی دروغ ملموس از این هستش که هستن و همه جا هم هستن دیگه. نه بابا. بریم بعدی بچه‌ها. دوست دختر خوب دختریه که جوری برات ساک بزنه که خودت هم هوس خوردنش کنی. این وضعیت خوبه، این الان بد نیست. این چه مزه‌ایه که انقدر خوشمزه میخوره؟ آقا حیا کش، شرم کوش. بچه چیزه میگه که بگذریم، به نظرم از این چیز نیستش که درست دار که خیلی حرفش بیش از حد دارک بودش و بنده یه ذره مغزم چیز شد، دچار آچمز شده. بریم بعدی. بفهمید میدونستی بعضی از خانم‌ها میان میگن که این کجاشو میگیره؟ مگه قراره بگیره؟ توبه با وای و قیافش بعدی که خودش گفت فکر کنم داشت یه سری تخیلات اینو میکرد. جون آقا آره دیگه، بالاخره بعضی مواقع قرار نیست بگیره. فقط منتها من قیمت اینا رو توی ویدیو قبلیمون خیلی قبلا رو دیده بودم، 700 تومن این شورت مرواریدی ها و درسته قرار نیست بگیره، ولی این قیمت هم 4 تا دونه پلاستیکه دیگه. یه ذره تخفیف بدین که طرف وقتی میخواد استفاده کنه لذت ببره، لذت هم ببره. یعنی بچه بریم بعدی. حالا ولش کن این حرف رو. شما 10.98 چی میخوری ناموسن؟ خدا وکیلی به ما هم بگی. اما مثلا خری حضرت نوحا دارم، هنو منتظرم من هم در بیاد عین LED صافم و مسطح. اون چیزایی که پایین دارم میره همچی خیلی صاف، یعنی خیلی منظوری که چهره رو داشتم دقت میکردم مثلا ریدی دیگه، ما چی رو داری درستش میکنیم؟ خاک بر سرت. یعنی عرضم به حضورت که در کل من اوکی عزیزم، خیلی چیز نباش، ناله نکن و صاف و مسطح اگر باشی اونجوری تم قشنگ بودش. بچه بریم بعدی. من ریدم یعنی با این صحبت کردم. منو نمیشناسی؟ عجب زمونه ای شده، سگ صاحبشو نمیشناسه. ایشون به نظرم باید به یه روانپزشک مراجعه کنن. من با شما موافق. چیزشون با خودشون مشخص نیستش، تکلیفشون. یعنی با کی کار داری عزیزم؟ فدات بشم، با هر کی کار داری مثلا دایرکت میتونستی بدی، وایس میتونستی بدی، نیاز نه مثلا پستش کنی یا ویدیویی بگیری. من حتما پیشنهاد میکنم که به یک روانشناس برو دیگه، شاید معالجه شدی. بریم بعدی. شانس آوردم دوستم داشتی و اینجوری کونم رو باره کردی. اگه دوستم نداشتی دیگه چه بلایی سرم میآوردی. دوست دارم کام شما مادر باباش عزیزم هرس نخور، دولت کردم آروم ده ریلکس. این چیز بخورین، قرصای آلپرزولام به نظرم تجویز میشه بخورید، خوبه واسه اعصاب، روان. چشم
نپرسید حالا کجا میدونم، ولی در کل اینا خیلی خوبه. آره دیگه اینجوریه، دوست داشته این شده، خود برو خدا تو شک کن. جای شکش بالاخره باقیه که دوست داشته. ببین اگه نمیداشت مثلا چه اتفاقاتی بدتری یعنی ممکن بود بیفته. بگذاریم بچه بریم بعدی. بچه‌ها بهم بگید تو این تصویر چند تا گوجه میبینید؟ هر کی درست جواب بده تو کامنت ها جایزه دارم. الهی علم، الهی علم. من تو تصویر 2 تا فقط گوجه، یعنی چی؟ این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجن. من الان یه ذره گمراه شدم در منجلاب نادانی و تاریک. الان اونا منظور گوجه ها، اون گوجه ها یا کدومشو مثلا میخواستی چی برسونی؟ حالا ولش کن. بچه‌ها تو هر نظری راجع به ایشون دارید تو کامنت ها خودتون بگید چند تا دیدید. من شخصا 2 تا بیشتر ندیدم. دروغ چرا دیگه، من با شما اینجوری هم مثلا ما نداریم این حرفا رو. بریم بعدی دوستان. 99% از پسرای ایرانی فقط یه مشکل دارن، اگه قرص نخورن 1 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام. خفه شو بابا. یه لحظه. ببین من که بدبخت نبودم، اینا منی بدبخت کردن. این ویدیو نکات زیادی داشتیش. اول اینکه من زیاد متوجه چیز نمی‌شدم صدا، چون تصویر به گونه‌ای بودش که حالا بگذاریم. فقط یه نکته و یک سوالی که این وسط برای من داخل پرانتز ایجاد شدهش اینه که اصلا اون که تو میگی حالا 3 ثانیه است، اون خدا داند، قضاوتش و دونستانش با خدا، به ما ربطی نداره. این که میگی 99% پسرا فقط 3 ثانیه‌ان، یعنی تو 99% پسرا رو تست کردی؟ بالاخره اینم یه سوال دیگه، جوابشو خیلی من دوست دارم بدونم، این که آگاه باشم دیگه. عشقا دارم ویدیو تموم شدش، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، یه سری چیزای جدید یاد گرفته باشین، پرپر شده باشین. اگه خوشتون اومد حتما لایک ویدیو رو بزنین. تو کامنت هم هر نظری، انتقادی، پیشنهادی واسه ویدیوهای بعدی هم اگه پیشنهاد خاص دارید حتما بهم بگید که دونه دونه نظراتتون رو میخونم. همتون رو بچه‌ها خیلی دوست دارم. بعد این ویدیو پیشنهاد میکنم که این 2 تا ویدیو رو هم ببینید، از دست ندید. چیزای 100% جدید و خیلی پروفشنالی یاد خواهید گرفت. همتون جاتون رو قلب مانی همینجایی دارید میتابید تا یه ویدیو همینجوری سم و مثبت 20 سال دیگه مراقب خودتون، انرژی خیلی خوشگلتون باشید. خداحافظ.